شخصی پرسیدن من توبه میکنم و باز گناه میکنم، آیا الله تعالی مرا عفو میکند یا خیر؟ چه کاری کنم که از گناه دور شوم؟ برادری محترم، توبه از شروطش ایست که از گناه باز بیایی. اگر گناه هم میکنی و باز توبه هم میکنی، به این معنی است که تو به توبه خود مسخره میکنی. الله تعالی ببخشد. اما انسانی که با عزم راسخ و قوی توبه کرد و به یقین یعنی تصمیم گرفت که دیگر گناه نمیکنم و باز در بعدی ها گناه از پیش سر زد، باز مشکلی نداره توبه دیگری بکنه و توبه اولیش نمیشکند. اما شخصی در زبان توبه میکنه و در دل تصمیم داره که باز هم گناه برابر شد بازم میکنم، باز این مسخره است به توبه. چی کاری کنی که از گناه دور شوی؟ از خدا بترس. اتق الله حیثما کنت. در هر جایی که هستی، حالتی که خلوت هستی، جایی خود تنها هستی، با مردم هستی، در حالتی منصب داری یا اینکه رعیت هستی، مسئولی یک دفتر هستی، مسئولی خانه هستی، یا هیچ اصلا مسئول نیستی، رعیت خانه هستی، رعیت دفتر هستی، یا در جای مزدور هستی کار میکنی، در هر جایی از خدا بترس. تقوا از اسبابی است که انسان را از گناه ها دور میکند.